گفتن که من به طورت قپیدم قرآنم، گفتن که من سریلیچ قپیدمش، گفتن که من کسمتیکا داشتم. خداوند دیده ایستاده دلی منه، خداوند دیده ایستاده که من اگر که در جمعهم هوی باشن کو خداوند میبینه چه خیلی دلی من صافه. امروز شیطان چه کلماتی که در زبان ما جاری نمی کند. بعضی ها را وقتی برش میگی برادر عزیز نماز بخوان، برادر عزیز به سنت خود آراسته بکن، خواهر گرامی حجاب اسلامی را رعایت بکن، چی میگه؟ میگه قلب پاک باشه. امیره نمیگه؟ قلب پاک باشه. میفهمین که ایره کی میگفت؟ ایره قوم لوط میگفت. وقتی که به قوم لوط پیامبرشان میگفت که شما پاکی کنین، عمل زشت لواط را انجام ندهین، کفر نورزین، اونا چی میگفتن؟ انهم اناس یتطهرون، اینها مردمان پاک هستند، اینها را از این شهر بیرون کنین که اینها دم از پاکی میزنن.